ارسال 6 عراده موتر میلی بس به ولایت قندهار. شرکت اماراتی میلی بس که از گذشته در ولایت قندهار نمایندگی فعال دارد، به منظور گسترش خدمات ترانسپورتی و پاسخگویی به نیازهای شهروندان، فعالیت‌های خود را در این ولایت بیشتر ساخته است. مسئولین این شرکت میگویند که در حال حاضر 5 عراده میلی بس در نمایندگی قندهار مصروف ارائه خدمات ترانسپورتی به باشندگان این ولایت می باشند و با توجه به افزایش تقاضای مردم و نیازمندی‌های ترانسپورتی، امروز 6 عراده میلی بس دیگر نیز به ولایت قندهار ارسال گردید. هدف از این اقدام فراهم سازی سهولت‌های بهتر ترانسپورتی، کاهش مشکلات رفت و آمد شهروندان و ارائه خدمات منظم، مسئول و با کیفیت عنوان شده است. مسئولین شرکت اماراتی میلی بس تاکید می‌کنند که تلاش‌ها برای توسعه خدمات ترانسپورتی در سایر ولایات کشور نیز ادامه دارد تا شهروندان بتوانند از خدمات معیاری و مطمئن ترانسپورتی بهره مند شوند.